بیننده های عزیز تلویزیون آریانا سلام بر شما. خدا کنه صحت و سلامت باشید. با برنامه اختصاصی و مصاحبه اختصاصی با محترم پروفسور محمد صدیق افغان، رئیس و بنیانگذار مرکز تحقیقاتی ریاضی و فلسفی جهان. با تشکر از شما بنابر مصروفیتی که دارین افغان صاحب ما را دعوت کردین. افغان صاحب، شما چند پیش سفرهای به اروپای شرقی داشتید. راجع به هدفتان بگوین که وقتی که شما اونجا رفتین به روی چی هدف کار کردین و محور اصلیتان در او کشورها چی بود؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. هدف اساسی است که قبلا من رابطه بین شرق و غرب مطالعه کرده بودم و گفته بودم که بلاک شرق از بین میره، امپراتوری شرق از بین میره، امپراتوری شوروی. مرا در این زمان از شوروی کشیدند که در 1990 و تا 2005 ما تمام مطالب و طور جدی تحلیل و تجزیه پیش بینی کرده بودم و گفته بودم که فیلمش پیشم است که براتون میتونم بگم از طریق تلویزیون مسکو نشر شده بود که ما در 2006 میایم همین تمام پیش بینی از نزدیک میبینیم که چند فیصد صد کرده چند فیصد نه. و در کلاس فلسفه به اساس فلسفه ریالیستی است، به اساس فلسفه اسلام است، بودیسم است و عیسویت است که سه ضلع یک مثلث جور میکنه که اگر در یک نقطه از زمین ببینیم یک اهرام جور میشه که پس نقطه را اگر در فضا قرار بدیم از سه مثلث ترسیمش کنیم یک اهرام تشکیل میده. پس یک دین و تعقیب دیگر دین و تعقیب دیگر دین مکمل وارد از دین اسلام است. پس جان به طرف یعنی ریالیزم میره، یعنی مذهب جان رهبری میکنه که جان در 2001 الی 2005 سه فدراسیون میشه: فدراسیون اسلام، فدراسیون بودیسم، فدراسیون عیسویت. این در موضوعات فلسفی است. انسان‌های حیوانی از نگاه تئوری او بارت است مارکس، انگلس، لنین که بدتر از حیوان بودن که جامعه بشری را با تئوریشان 2 میلیارد و 500 میلیون انسان از بین بردن. یا کسی که میگه از ما گفت که صحیح تطبیق نشده بود سیجا. من گفتم که اگر صحیح تطبیق نمیشد امروز جامعه بشری نمیبود. که آیا ایدئولوژی میتونه که مرا قناعت بده که اساکر جنایتکار، اساکر متجاوز اتحاد شوروی که با کمک انترناسیونالیستی دروغ و جعلیات 6 میلیون انسان ما را از بین برده، آیا میتونه که مرا قناعت بده که چه وقت این اساکر کسی از جامعه ما میره؟ پیش از اینکه من برم به اروپای شرقی خصوصا در مسکو، همین فیلم 15 سال 16 سال پیش یک بار دیگه یا از طریق تلویزیون نشر کردن که تمام مطالب مطابق همون گرافیک که من پیش بینی کردم همون قسم دیگه تمام شد. یعنی به مو سیستم شوروی تجزیه شد و بلاک شرق از بین رفت و همچنین رابطه بین شرق و غرب که مثلا ما مربوط به سابق افغانستان مربوط به یعنی در تشکیل شرق بودیم که به نام تشکیل وارسا یا تشکیل اتحاد شوروی سابق که اگرچه کشور ما از نگاه نظامی با پیمان وارسا کدام رابطه نداشت، منتها رهبری وارسا را اتحاد شوروی میکرد، از اقمار از او بودیم. وقتی که من مطالعه کردم دیدم که حالی فعلا ما از تشکیل کشور شرق مجزا شدیم، حالی مربوط به تشکیل کشور غرب شدیم. ما یک مقایسه کردم که در اون زمانی که ما مربوط به تشکیل بودیم تمام بودجه ما را، تخصیص ما را، مکتب ما را
مامورین ما را کوپون ماش تمام چیز میدادن، ولی ما رفتیم که به اتحاد شوری سابق که بتونیم که بر از اونها بگوییم که اگر سابق ما اگر در تشکیل شما بودیم میدادین، ولی فعلا باید از غرامت جنگی ما را باید بپردازیم. چرا شما بودین که کشور ما در ایالت است. با وجود که سفر ما غیر رسمی بود، ما به 20 روز رخصتی رفته بودم، بازم تونستم که نظرات خود از طریق مطبوعات و کشور انعکاس بشه که فعلا من میتونم که همین سوال شما را ما براتون ثابت بسازید به دلیل چرا و این حرفای 16 سال 17 سال پیش ما بودک و این در اخبار نیوز امریکا من انعکاس کرده بود 4 سال پیش و فعلا اینی مطالب است که ما در امی سفر خود با نشر راجع به می هدفتان که میگفتید امی هدفی که رفتم گفتم و همچنان راجع به مطالب علمی است که چی گپای در بود علم کردیم در موضوعات کائنات، رابطه بین زمین و سیارات و کهکشان ها. این مطالب است که مثلا تمام علما در جهان میگن که اتم 4 مدار دارد، در مدار 4 32 الکترون دارد، مجموع 4 مدار الکترون 60 مثلا در مدار 1 2 الکترون داره، در مدار 2 این دمی سفر تانیات کردیم. بله کل حرفای مثلا در مدار 2 8 الکترون داره، در مدار 3 18 الکترون، در مدار 4 32 الکترون، مجموعش 60 الکترون است. ما برای علما ثابت ساختیم که اتم 9 مدار داره، مجموع الکتروناش 570 میشه و همچنان این ثابت ساختیم که کل علما فعلا میگن که تا چند سال پیش میگفتن آفتاب 9 سیاره داره. یک کسی به نام سعید نا دومین سیارهش کشف کرد که بعد از در هر دوری که در گرد آفتاب میخوره 10,000 ساله تیر میکنه. ما ثابت ساختیم که 14 سیاره داره نظام شمس ما که زمین ما یکی از سیاراتش هست که 12 از این ما مستقیم فاصلاتش هم میفهمم، 2 از این فعلا سرش تحقیقات دارم. بالاخره این حرفایی که ما قبلا گفته بودم ولی ما اگر در آرشیو بریم اینقدر وقت برنامه شما فایده نمیکنه. تمام مطالب دیگه نشر شده که ما دوجه تشکر. دو چیز موضوع عمده یعنی در محور هدف شما بود، یکی کار تخصصی خودتان، کار فلسفه و ریاضی فلسفی و دیگه هدف دیگه که شما وادار ساختن که غرامت بپردازن. یک موضوع عمده است صدیق صاحب که چند پیش ما خبر بودن که خود شوروی وقت تقاضا کرده بودن که باید پولایی که ما مصرف کردیم یا پولی که در افغانستان داریم به طور قرضه که داده بودن باید رو بپردازن. شما در این مورد چیز یادآوری کردین دوجا؟ بله خیر، ببینید تشکر. من میول باز یک سند براتون ارائه میکنم، یک سند بسیار قدیم براتون ارائه میکنم. این بر تلویزیون شما بسیار جالب است به خاطر در یک جای من یک نقشه را براتون ارائه میکنم که نقشه افغانستان است. ولی ببینید این اولین بار است که من اگرچه بر رهبرای افغانستان بر کل رهبرای افغانستان را نشان دادم اما هیچ کدامش علاقه نگرفته که امی حرف مرا بپذیره. ما در اتحاد شوروی گفتم که اتحاد شوروی سابق یا روسیه امروز که میراثخور اتحاد شوروی است. ما گفتم بعد از 15 سال بعد که مرا اتحاد شوروی از خاک خود رسما کشید و با وجود که همین دفعه که رفتم 4 ساعت مرا در میدان هوایی استاد کردن، کل مسافرین اجازه دادن ما 4 ساعت در میدان مرا استاد کردن تا که اجازه دادن. ما گفتم این یک صدای پای من باز آمدم همین جمله احمد ظاهر را گفتم که یعنی ما آمدیم که با آقای پوتین ما محاسبه کنم راجع به غرامت جنگی محاسبه کنم که غرامت ما را باید بپردازن که اینا میگن که ما برای شما کمک کردیم. ما میخوایم که هر چیز روی سند داریم. بله. چرا در ریاضی